مسیرش این بود که من اومدم. ندیده بودم بارم بزنیم. ماشاءالله. چند درجه برق باشه آب؟ آب جوش چند درجه برق باشه؟ این خوشش اومده معلومه. نه دیگه انقدر هم گاز نده داداش. باید بیام باد لاستیکاتو کم کنم، اینجوری قبول نیست. نه اینجا یک کتف چپش هم بگیر. انجام مجیم فوتبولیات صدر از وقتی اومدی دارم شم بالا. رحیمی من دارم جوش میارم. 96 درجه. 93 درجه. البته فابریک نیستم. دستش اینجا نسایی نیست. داداش اینجا کی میاری آتش خانه روش میارم. خیلی خوشگل شده همین. نگو اینجوری ناراحت میشم. Up in that pocket. Finally, I find what you told to the girl, but she ain't no for dog. You want it for when you know I go for then I start to feel a bum bum. But she didn't give me small I know she said be busting down one. But she feeling insecure, cause her friends go they go my light ring go on. When they go my light ring go on.
is clear. We're made of stars, but our scars make us live in fear. We won the world, but absurdly that ain't that much. Cause I'm a tiny little human and I need you to Ladies and gentlemen, this is Abdi. Hello Abdi, how are you? Talk to me. This is Abdi. This is Beno, the Alam Maliki. پیاده نشید پیاده نشید البته از بین میره عضلانی میشه بزرگ میشه. خدا 2 ثانیه یه بار نپرسی اما اونجا رو بودی؟ علی تو ریگزرین رو بودی؟ بله سقف عزیز اونا رو بیار الان اسفنجه و اکسامبلون تصمه داره بکشم یه فیلمی در بگیر عبدی فیلم بگیر آقا براتون با گیر کردیم تصمه این چه نست رو ماشین رو دارم SOS نیروی امداد کمکی شما در هر لحظه. حالا با شما نیستم به تو بر نخور من دارم تبلیغ کار خودم حبیبی کام تو بس بیا ببندش توسی در هر لحظه باید تو مثل دست ها تو ماشین ها بذار بیاد باش داره میاد بالا؟ آره چون به خاطر اینکه درواز بود نمیاد بالا الان من پیشونه بستم یه دقیقه صبر کن اشکال نداره تصمه رو برمیدارم حالا اگه خراب شد موال من آیا آسار چپ کنید یا آسار چپ کی پشت فرمونه هلیکسه؟
آرزو این همه تصمیم‌گیری کردم. بذار تو دندقه وایسا خوبه نه آروم برو بزن این سنگین میزنه درد خوبه عجیبه برم برو بیا عقب بگیر. نه بیا عقب یه تقه بزن حالا برو کام تو مس بزن اوکی تمام خوبه عقب بگرفتین بیا عقب سی یو تمام خدمات امدادی نجاتی شما در خدمت به ما مراجعه کنید. تصمه نداشتی ببخشید بخواید پیاده شم حالا هم بدم تصمه شو بخواید تصمه شم. به 200 متر سر بهش میگن 200 خیلی حال میکنه زفزاد تنها دونیز گروه بعد از سالها هایدوس داستان جنگولک بازی پرادو 2 در رو میبینیم که با احتیاط کامل داره وارد شیب میشه. اطلاعات رو گرفت این شیبا بیاد پایین ببینیم شیبا اینجا یخچال نشته بدم بیا این یخچال یعنی فریزر اومد یخچاله بگی اینم بستنه بچه ها تو دل کبیر وسط کبیر تو گربه بیرون Them trick niggas in the end saying they think about it. I got the bitch by the چه عجب ما دیدیم 8 چی گفتی؟ چه عجبی یه بار دیدیم با دست آمدی Deep beaches, niggas in New York know how doggy get out. I got my niggas in Queen, I got my bitches uptown, I got my business in Manhattan. I ain't fucking around and got some butter pecan Puerto Ricans from the boogie that can't get a crumb up out of me. I drop it. همین کار من کرده بودم لاستیک بزنم شانس لاستیک زدن ندارم She SCER. Yeah, I'm young, but I ain't dumb. Missing tricks, but I ain't bored. I'm a good voter for sport. Trips in Charlotte. I'm gonna do as they please, as long as they get my cheese. بریم پرواز
خب برای نهار اکیپو برگردوندیم روستای مصر که اونجا خسته رو ببینید اینجا. خسته نباشی. قربان شما. شما بچه روستا هستی؟ من تقریبا چند وقت اینجا به دنیا نیومدی داری زندگی میکنی؟ تقریبا 5 سال شد. خدا رو شکر. بفهم حرکت کن. ولی حالا پلاک این بازیکن رو ببینی. نه باشه 1 2 دیگه تا اینجاشو ببینی. یه نحنهی گفتش ببین این فیلم میره تو یوتیوب خیلی هم امرسن شماره نه ها گوش بدین. گوش کنید. اوه یه نمام شد. بریم بعدی. علی گوش بده. چقدر خوش گذشت ببینم. خوش گذشت بچه ها. خسته نباش. خدا اون چرا اینجوری شدی؟ انگار همش تو رانندگی که دیدی انگار نکرده. قربونت برم. من تو کفشم اصلا شن نرفته. بله داریم میریم دریاچه نمکی رو ببینیم. با آفتاب هم توی عروسان ببینیم. تخت عروسان. نه علی چیزی نیست. علی پوکید. علی متلاشی شد. این 14 شه. این فقط 2 تا در جلو داره. در عقبش هم آمبولانس. هم چرت بود 14. ما داریم غروب آفتاب نگاه می‌کنیم. فکر نکنید سیگار بکشیم چیکار کنیم؟ صحبت کنیم. طبیعیش بزن. طبیعی. اینجا تخت عروس است. عروسان یه روستاه مابین خوب و مصر. انتهای راهرو دست چپ. اینجا آخرین نقطه رمل‌هایی که شما ببینید برش دیگه باطله هاست رو اینجا چرا بهش میگن عروسان؟ تخت عروس. والا اساس ما عروس بودیم چه فیلم برداری می‌کردیم اون زمان اینا یادمونه ولی نه بشین اومدم. سوار کجا؟ سوار بگی دستم. رو سنگه میری اونجا فکر نه رو لب تیغه بشین همونطور که هستی بشین بچه‌ها پشت سرت. آقا باید تیغه بره تو این نکش. آقا تو بشین از بغل فکر می‌کنیم رفته 4 نفر پشت سرت. آقا بیاین من دارم توی محتوا سوار میشین سوار میشین پشت سر من بشین. مسئول شادی تیم ها بچه دست کم نگیرش این اسم هزینه بابا تیم بفرمایید اینا اثرات واشر زدن ها. این چند دقیقه پیش ماشینش واشر زده. بابا
این ترسات اینه که ماشینش قرار رو خود رو برگرده. اینم تعجب کرده از اونا. خب تخت عروس رو دیدی و روز اول هم تقریبا تموم شد. روز اول آفرود الان میگی اصلا میخوریم یه استراحت میکنیم و شب دوره برای دوره همدی ها دوره هم نشستن خداتا برگردیم تو کبیر. شام روز اول رو توی کاروانسرا میکنیم، یه ساعت 10-11 برمیگردیم آموزش شد کنم. آیا عبدی آخر ماشین منم. این میز اسرونه، میز اسرونه اول. همش باعث میشه ما ریب بزنیم به خدا. چقدر خب برای دوره همی شب و یه آتیش رو دور هم نشستن اومدیم. ماشینا رو دیوان میکنیم گرد برای بگیر بچرخ. داریم گردش میکنیم که وسط دایره رو پیدا کنیم، آتیش رو هم کنیم، بقیه هم صندش گرد بچینیم. بله جمعو که میبینید همه نشستن، همه دور هم نشستیم داریم صحبت میکنیم از خاطرات و تجربیات اینامون میگیم. بگیر از خاطرات و تجربیات اینامون میگیم. آهنگ شبا نداریم. از این لحظه به بعدم دیگه نمیتونید برین. شب بخیر. تمام شد.